خدایا خود را بشناسم. کتاب خاطرات از ادبیات شناس و نویسنده شهیر تاجیک زنده یاد رسول هادی زاده. تهیه و صدا رامین هادی زاده. می آیم به حکایت ملاقاتم با استاد عینی در ماه ایول سال 1950 بعد از ختم دانشگاه تاشکند. استاد آن روز صحتش خوب و اوضاعش خیلی فرحمند بود. از نتیجه های امتحانات در دانشگاه و وضعیت ردکس ازبکستانی سرخ پرسید. با قرار امتحانات دولتی گفتم من حجت ها را برای تحصیل اسپیرانتور بر ریاست دانشگاه سپاریدم. می خواهم در تحقیق و آموزش تاریخ ادبیات فارس و تاجیک مشغولیت های علمی خود را دوام دهم. اما در راهبری در این اختصاص در تاشکند شخص دانشمندی را نمی بینم. اگر دامالله بالدرف به راهبری من رضایت دهند می توانستم تحصیل اسپیرانتور را در تاشکند با موفقیت دوام دهم. استاد بعد از تأمل فرمود: درست، بالدرف هم دانشمندی خوب است و هم استاد ماهر راهنما. من این را از راهبری آن کس به کارهای کمال حکم می کنم. استاد خاموش شد، گویا منتظر آخری سخنی من بود. اکنون می خواهم گفتم من از تمام کارها آزاد باشم و فقط به خواندن و آموختن تاریخ ادبیاتمان مشغول شوم. لیکن می بینم که مرا از کاری روزنامه جواب نمی دهند. ردکسی گزیت حالا هم خادمانی درستی روزنامه نگار را جمع کرده نمی تواند. منتظر بودم که استاد در مشکلات من چی می گوید. وی با دقت گوش می داد و هر زمان از تگ چشم نگاهی می انداخت. شما که در تاریخ ادبیات تاجیک کار کردنی باشید، یعنی شما عزم جدی دارید برای علم و مدنیت تاجیکستان خدمت نمایید، گفت استاد. برای این شما باید در مرکز علم و مدنیت تاجیک باشید. تاشکند شهر بزرگ است. برای کارهای علمی و ایجادی شرایط خوب و مساعد دارد. اما در اینجا به تدقیق تاریخ ادبیات تاجیک باید و شاید مشغول شده نمی توانید. شما باید حتما به استالین آباد روید. در آنجا حاضر نه تنها شخصان جداگانه دانشمند هستند، بلکه محیط علمی خوب به وجود آمده است. به رواج و رونق این محیط کاتب حاضره کمیته مرکزی بابا جان غفورов شخصا مساعدت می کند. آن کس برای جمع کردن کادرهای علمی تاجیک سعی و کوشش زیاد دارد. شما از روی شنیدم استیپندی خاصه حکومت تاجیکستان را نیز می گرفتید. یعنی حکومت تاجیکستان امید داشته است که شما بعد ختم تحصیل به استالین آباد می آیید. من حتی در خیالم نبود که استاد چنین پیشنهاد و با چنین قطعیت می کند. من به تاشکند عادت کرده بودم. در آنجا در دایره های علمی و ادبی آشنا و شناس و دوستان بسیار داشتم. در این محیط آبرو و مرتبه نیز مرا میسر بود. خلاصه تاشکند شهری بود که آنجا رشد و کمال یافتم، دانش آموختم، تجربه زندگی اندوختم، نورسی نارسیده بودم و جوانی بالغ گشتم. به استاد از این خصوص عذرها آوردم، اما ایشان در پیشنهاد خود قاطع بودند. این عذر و سببها دلیلهای جزئی است. کار اساسی و آینده شما با تاریخ ادبیات که وابسته باشد باید به استالین آباد روید. اگر لازم شود من به سلطان عمرov تلفن می کنم حجت‌هایتان را به شما بازگردانند. علاج از ردکسی جواب دادنشان را نیز می یابیم. اکنون به خانه رفته با پدرتان مشورت کنید و آمادگی سفر استالین آباد را بینید. دلیل و سخنهای منطقی استاد تا اندازه دودلگی مرا از بین برد. در راه فکر می کردم و به درستی سخنان عینی و دوربینی ایشان بیشتر باور پیدا می کردم. تا رسیدن به خانه قرار دادم که به هدایت استاد باید به استالین آباد بروم. پدرم هم پیشنهاد استاد و عزم مرا پسندید.
آخر ماه ایول به تاشکند بازگشتم. نخست نزد رکتوری دانشگاه تاشکند سلطان عمرف در آمده مضمون صحبت عینی را نقل نمودم. سلطان عمرف با نگاه چشمان همیشه خندانش گپی مرا به دقت گوش کرده گفت: حاضر راهی همه تاجیکان به استالین آباد می رود. بابا جان غفورف سیاست خردمندانه را پیش گرفته است که پیش از همه کادرهای تیار و آماده کار را جمع کند. به استالین آباد رفتن پروفسور میخائیل استپانویچ اندرییف خود واقعه بزرگ علمی و مدنی است در حیات تاجیکستان. به مناسبت گشاده شدن دانشگاه اولین تاجیکان، عالم شناخته ازبکستان تاجیک خوجندی ظریف رجبوف به استالین آباد دعوت شد. از ختم کنندگان دانشگاه ما نیز چند نفر امسال به دعوت تاجیکستان یا به اختیار خود به استالین آباد رفتند. شما هم کادر تیار تاجیک هستید. رفتن شما هم به منفعت تاجیکستان و هم به فایده خود شما می شود. من می فرمایم حجتهای شما را بی ممانعت به دستتان دهند. این سطرها را می نویسم و فکر می کنم که آیا در همان لحظه سلطان عمرف تصور می کرد که بعد از 7 سال خود وی به حیث پرزیدنت اکادمی علمها با دعوت غفورف به استالین آباد می آید. در ریدکسی ازبکستانی سرخ اصرار کردند که از کار نروم یا هیچ نباشد 1 سال کار کنم. دیدند که عزم من قطعی است. حجتهایم را داده رسم حساب و کتاب را زود انجام دادند. در ردیا در دانشگاه با دوستان و همسبقان و هم نفسان وداع می کردم. بعضا به شرفی به اصطلاح وداعی دوستانه ضیافت و محفل ها می ساختیم و در مجلس ها بارها می گفتیم و تکرار می کردیم که دوستی و مودتی که در سالیان اقامت و تحصیل در تاشکند بین ما بنیاد گشت فنا ناپذیر است و ما باز به دیدار می رسیم، با هم دوستی و همکاری را ادامه خواهیم داد. در روزهای آخرین اقامتم در تاشکند و خیر و خوش و خیرباد با دوستان، لحظه های دشوار و ساعت های حساس و دلاشوب، وداعی من با دختری بود که او را دوست می داشتم. نه، همدیگر را دوست می داشتیم و به لوح خاطر نمی آمد که ساعتی می رسد و ما از هم جدا می شویم. این دختر ایرانی با نام شوکت تا سال 1947 در تبریز بود. پدر و مادر او در کنسولخانه یا در مرکز مدنی شوروی ایفای وظیفه می کردند. بعد از شکست خوردن حزب توده و پاش گردیدن جمهوری دموکراتی آذربایجان در شمال ایران، این جمهوری را استالین به زورآوری ساخته بود. خانواده آنها در صف مهاجران و فراریان حزبی و غیر حزبی از تبریز فرار کرده در تاشکند اقامت اختیار کرده بود. شوکت دبیرستان متوسط را یعنی مکتب میانه را در تبریز تمام کرده بود. از بس که به خط روسی و ازبکی آشنایی نداشت و از برنامه تحصیلی مکتب‌های شوروی اطلاع نداشت، در تاشکند به ادامه دادن تحصیل امکان نبود. در میانه‌های سال 1949 یکی از کارمندان برنامه‌های فارسی شوکت را به نطاقی زبان فارسی به رادیو آورد. تلفظ و طرز خواندن شوکت به طلبات رادیو جوابگو بود و او را به وظیفه گوینده برنامه‌های فارسی قبول کردند. من که اکثر وقت برای خواندن برنامه‌های تاجیکی شبانه به رادیو می آمدم، با شوکت در ساعت‌های فارغ از کار صحبت می کردیم و این صحبت‌های ما تا رفت گرمتر و جالبتر می شد. باری او را با اجازه خودش تا منزلش گسیل کردم. این همه ساعت‌های خوشی ملاقات و صحبت ما را به هم نزدیک و قرین‌تر می کرد و هر دو بیخبر بودیم که الفت و انس‌های جوانی به محبت پاک معصومانه می گذرد. شوکت به گذشت ایام به محبت من به مناسبت نهایت پاک و عزم انسانگرایانه‌ام باور می کرد. می دانستم که غنچه‌ای بود و اکنون چشم به جهان می کشد.
در ایران چنین طرز آزاد و رفتار لاابالانه مناسبت‌های جوان و دختر را ندیده بود. محبت بین ما پدیدار شد که مرا دلگرم و آرزومند می کرد. عصمت و فطانت بیخبار هستی مرا مثل پرده‌های افسانوی آسمانی احاطه کرده از گزند احساس ناشایسته حمایت می نمود. مناسبت‌های ما تا رفت نزدیکتر و الفت و انس ما تا رفت محکمتر می شد. من گاها با افتخار و بالندگی همراه شوکت به محفل دوستان می رفتم و شوکت هم از این محفل‌ها کنارگیری نمی کرد. گاها به تماشای فیلم یا به سیر باغ‌های زیبای شهر می رفتیم. نهایت گفتم که اگر دانشگاه را با موفقیت ختم کنم علاج یافته ازدواج خواهیم کرد. شوکت به این قول و وعده ها باور داشت، ولی پی می بردم که بیمی در دل دارد. بیم از آن دارد که والدین او به ازدواج ما راضی نیستند. در میان جوانی درسترش مردی هست که طالب شوکت است و والدین شوکت هم ترجیح به آن می دهند و می خواهند فرصت دست دهد و دخترشان را به همان مرد آذربایجانی ایرانی بدهند. خبری عزم سلین آباد کردنم شوکت را خیلی آشفته و مضطرب کرد. لیکن بعد از 2 روز در ملاقات پیش از عزیمتم به سمرقند شوکت آرام بود. وقتی که او را به خانه‌اش گسیل می کردم گفت: رسول، اگر اجازه فرمایی فردا برای گسیل تو به خانه فاطمه خان بیایم. تا حاضر مرا تسکین نده. من به تقدیر خود اطاعت می کنم. هرچند تو عزم داری که بعد از مدتی باز می گردی و مرا به ازدواج در آورده همراهت به سلین آباد می بری، اما به گمانم والدین من در غیب تو فرصت جسته مرا با همان خویش خود نکاح می کنند. اگر تو در تاشکند می بودی شاید کار به کام ما می گشت. لیکن می بینم که نقش قضا دیگرگونه است. اکنون تو آرام به سمرقند و بعد به سلین آباد رو. اگر فرضاً کار برخلاف خواهش ما صورت گیرد، اینجا نه تو گناه داری و نه من. روزی آخرین در خانه فاطمه خان بودم. نمیدانم همان روز آریزه رخ داد و کمی تب کردم. در این روز غیر از فاطمه خان و توکل جان دیگر کسی نبود. دادرم مهدی برای همراهی در این سفر از سمرقند آمده بود. بیگاهی شوکت آمد. در کابینت متوکل جان مدتی با هم تنها بودیم. و وضع ناخوشی مرا دیده گفت: رسول، در این دقیقه ها می خواهم تو آرام و آسوده باشی. می خواهم به من باورت کم نباشد. من بی ریا می گویم که تو در زندگی من صفحه روشنی باز کردی. نور این صفحه همیشه حیات مرا روشنی و ضیا اهدا می کند. اینک همین نامه کوچک و این عکس باز هم کوچکترم یادگاری باشد تا مرا فراموش نکنی. همان شب ماه ایول به سمرقند راهی شدم. حالا بعد از 55 سال نامه شوکت را گشادم. عکس او در میان نامه است. سطرهای نامه‌اش به گوشم می رسد. شما قدم به زندگی ساده من نهاده آن را سعادتمندتر کردید. شما خاطره های خیلی شیرینی در صفحه زندگیم باقی گذاشتید که هیچگاه فراموش نشده و من همیشه آنها را با احترام یاد خواهم کرد. گلهای محبت معصومانه شوکت از میان حرفهای نامه حالا هم عطر فشانی می کنند.